تصنیف شاه من ماه من یا پیش‌درآمد اصفهان از مرتضی‌خان نیدابود. مرتضی نیدابود نوازنده چیره دست و موسیقیدان بسیار باسواد و ردیفدان کامل و استاد کامل. او در سال 1279 در تهران متولد شد در یک خانواده یهودی. پدرش بالاخان بود که با تار و تنبک آشنایی داشت و استعداد مرتضی را از کودکی دریافت و به کلاس میرزا حسین قلی برد. مرتضی رو 2 سالی مرتضی در نزد میرزا حسین قلی کار کرد، 3 سال هم نزد درویش خان، تا اینکه موفق به دریافت نشان تبرزین طلای درویش شد که به شاگردان ممتاز ارائه میکرد. او از 20 سالگی کلاس درس خودش رو دایر کرد و به آموزش تار و همچنین ردیف موسیقی ایرانی پرداخت. بعد از مرگ نابهنگام درویش که اولین تصادف اتومبیل در ایران هستش، شاگردان درویش رو به کلاس خودش فراخوند و یادگیری اونها رو به عهده گرفت. در یک مجلس خصوصی با قمر ملوک وزیری آشنا شد و باب همکاری این دو از همون سالها آغاز شد تا اینکه از سال 1303 قمر صفحات بسیار زیادی رو با تار مرتضی‌خان نیدابود ضبط کرده. بعد از تأسیس رادیو با هنرمندانی چون رضا محجوبی، موسی معروفی، ادیب خانساری، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و دیگران همکاری کرد و به رادیو رفت. همچنین آثار بسیار زیادی چه به عنوان تصنیف یا ساخته های خودش و چه به عنوان نوازندگی تار و همراهی کننده آواز با خوانندگانی چون ملوک زرابی، ادیب خانساری، جواد بدیع‌زاده، غلام حسین بنان و روح‌انگیز داشته. در سال 1348 مجموعه 300 گوشه رو از ردیف موسیقی ایرانی ضبط کرد که توسط انتشارات ماهور منتشر شده. او در خیابان فردوسی سالهای زیاد مغازه الکتریکی داشت و در سال 1359 بعد از انقلاب اسلامی به واسطه اینکه محدودیت‌هایی برای موسیقی ایجاد شده بود و همچنین ازش روایته که گفته در مملکتی که صدای زن حرام باشه و نشه اجرا کرد و زن نتونه بخونه، من از اون کشور میرم. به این واسطه بود که از ایران رفت و تا سال 1369 تا 2 مرداد 1369 در امریکا بود و در همونجا هم بدرود حیات گفت. از آثار مهمش تصنیف مرغ سحر که جزو ماندگارترین تصانیف ایرانی هست. همچنین همین قطعه یعنی شاه من ماه من که با شعر حسین پژمان بختیاری است و در اواخر این شعر از تخلص پژمان هم استفاده شده. یا پیش‌درآمد اصفهان که البته نوع کامل تر این قطعه همون پیش‌درآمد اصفهان هست که یه بخش عشاق اصفهان رو هم داره، اما در تصنیف شاه من ماه من اون قسمت اجرا نشد. همچنین تصنیف مرغ حق و آتش دل. این تصنیف چند سال گذشته توسط مرحوم فریدون مشیری روش یک ترانه قرار گرفت که علیرضا افتخاری هم اون رو خونده. در این اجرا هم شعر حسین پژمان بختیاری رو اجرا می‌کنیم و هم شعر فریدون مشیری رو.
کوک دو سل دو هست. بیات اصفهانی که اینجا در نظر گرفته شده بیات اصفهان 2 هست که از متعلقات همایون لاکرونه. سی بکاره ولی لاکرونه، می هم بموله. در قسمتی که به عشاق اصفهان یا اوج میریم می کرون میشه. این قسمت های از لا بمول و سی بمول هم استفاده میکنیم. در قسمت عشاق که وارد شور میشیم لاکرون و سی بمول داریم که در اصل از بیات اصفهان 2 به شور سل میریم. به این شکل اجرا میکنیم. لا دو، یک دو راب از لا به سی به دو. لا دو سا سل ری فا ری دو ری فا می ری دو سی دو راس چپ راس 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 راس. لا دو سا سل ری فا ری دو ری فا می ری دو سی دو دو سی دو ری می فا ری دو سی دو ری می فا ری. سی اسیم زرد با چپ میاد، ر تریل داره. دو سی دو ری می سل فا می ری. لا دو سا سل ری فا ری دو ری فا می ری دو سی دو. این قسمت اشاره از سل به لا بمول هست. سل لا سل فا می سی دو ری می فا سل فا می ری لا سی دو ری می فا می ری دو سی دو ری می فا ری می سل لا سل فا می سی دو ری می فا سل فا می ری لا سی دو ری می فا می ری دو سی دو. وارد گوشه بیات راجع میشیم که شاهدمون ر خواهد بود. ر دو ر می فا می ر دو ر می سل فا ر دو ر فا می ر دو سی دو ر می سل فا ر دو ر. بعد از تکرار این انگشت دوم میاد روی سل. سل فا لا سل فا می می ر می فا می سل فا ر دو سی لا سی دو لا لا سی سل. فا سل لا فا می فا سل می ر می فا ر دو ر می دو می ر دو سی دو می فا سل سل. وارد عشاق میشیم ولی کامل در عشاق نمیمونیم، فرود میکنیم. دفعه بعد عشاق رو تکمیل میکنیم. پس شد می فا سل سل با یک میل رو سل 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 سل. از لا بمول به سی بمول تریل میدیم. لا سل فا می ر دو می فا سل 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 لا سل فا می ر دو. در برگشتامون می بمول میشد، فقط قسمت جلو رونده پایین رونده می کرون بود. ر می فا 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 سل می فا ر می فا می ر دو سی دو می فا سل 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 سل. پس باز می کرون و این بار عشاق تکمیل میشه و وارد شور میشیم. سل دو سی لا سی سل لا سل لا سل دو سی لا سی. اشاره از سل به دو. البته این رو به صورت سل سل دو سی لا سی سل سل سی لا سل لا هم میتونیم اجرا کنیم. سل سی لا سی سل لا سل لا سل رس. سل به سمت ر میره. سل دو سی دو سل سی لا سی سل لا سل لا سی دو سی لا سل فا سل می فا سل سل. می بمول میشه فرود. می فا ر ر می دو دو لا سل. جمله اوله ر می فا ر دو ر می ر فا می ر دو سی دو ر می فا سل لا دو لا سل ر فا ر دو ر می ر فا می ر دو سی دو. با سرعت 60 نیم قطر اجرا میکنیم. شاه من ماه من رحمتی به حال زارم بفکن از روی خود روشنی به شام تارم. آخر نگارم این فرمان و زارم چشم ژاله بارم را ای گل
گریه تا کی، ناله تا چند، سوزدم دل و کارم شده مشکل، دود آهم بسته راهم، چون رسم به ماهم. یار جانی من اگر نماید نگاهی، نماید از شفقت نگاهی به ماهی، از شب غم من آن لحظه داید سیاهی، نماید از شفقت نگاهی به ماهی. عمر من از غم شد کی، سرد و تنم مرد تا کی، گم شد دل من. بت جانان تو مرنجان، دل پژمان ز ستم به خدنگ جفا. اگرت افتد ره سوی گلستان ها، برود گلها را سر به گریبان ها. تو بدین خوبی دریغا که هستی عالی از روی وفا. شاه من ماه من رحمتی به حال زارم، بفکن از روی خود روشنی به شام تابم. با یادت سرمستم ای نگار آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی. تا به هر کرانه می کشد زبان شور عاشقانه من، حال دل می گوید با زبان بی زبانی. هر لبخندت با من گوید دل مده به دست غم در این عالم، بنشین با عشق تا گل روید زین شب خزانی. تا که از نگاه تو نور شادی میبارد، دل ز مهربانیت شور و شادی ها دارد. با تو خزان من بهاران، با تو شبم ستاره باران از نور افشانی. چه بخواهی چه نخواهی دل عاشق ره تو گوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جاودانی. چه شود گر بازآیی چون نفس باد سحر میرسدم، جان دگر می بکشد سوی تو پر، هم سفرم شد که میتوانی. پر و بالم با دیدارت کی بگشایی، تب و تابم را با لبخندت